شجاع خلیلزاده. به به، چه افتخاری برای من که دارم با شما صحبت میکنم. کاپیتان تیم قهرمان، خیلی خوش آمد میگم. تبریک رو نمیدونم اول از آدریان بگم، پسر شجاع بگم، یا قهرمانی رو بگم؟ صحبت ابتدایی داری در خدمتی. اول از همه این که سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز که دارن این برنامه نگاه میکنن، هوادار عزیز تراکتور. اولین سوالات جواب بدم راجع به نظرم پاقدم آقا آدریان بوده. با خودش اومده، همه چی با خودش آورده، قهرمانی تراکتور دیگه، همه چی باهاش اومده دیگه. امیدوارم پاقدمش خوب باشه و بتونیم افتخارات بیشتری واسه تیم تراکتور برمغون بیاریم. کم خوابی هم آورده، من دیدم تو تمرین. کم خوابی خب طبیعیه دیگه، اونایی که بچه دار شدن متوجه میشن اولش خیلی سخته، خیلی سخت میشه خوابید، نمیشه خوابید واقعا. من میرم وقتی خونه، فکر کنم میرم تهران دیگه، 2 روزی که تهرانیم واقعا من 2 روز کامل بیدارم، زودتر برمیگردم تبریز که بتونم استراحت کنم که بتونم بازی کنم. خیلی شرایط سخته واسه اونایی که تازه بچه دار شدن دیگه. فکر کنم تامیم هم همینطوریه. الان داشتم بهش توضیح میدادم، گفتم بهش اون خیلی دورتره، اون حالا دورتره. الان داشت به من میگفت منم برم اونجا همین داستانو دارم. حالا سخته دیگه واسه یه ورزشکار حرفه‌ای، خیلی سخته ولی شیرینه، میارزه. این بعدا قراره بهش بگم پسر شجاع که شما مشکلی ندارید. خب طبیعیه دیگه، منم پسر شجاع مالم دیگه، پسرم هم میشه پسر شجاع. امیدوارم که در آینده ان شاءالله بتونه افتخار آفرینی کنه واسه ورزش ایران ان شاءالله. درباره خب حالا حستون نسبت به قهرمانی، عنوانی که آوردیم، اگر صحبتی دارید؟ ببین، از قهرمانی بخوام صحبت کنم، اول از همه این که از اول شروع میکنم تا اینکه برسیم به قهرمانی. همه قهرمانیه رو میبینن. به نظر من قهرمانی از قبل این موضوع شروع شده. از تدارکات اون بگیر، از شماها بگیر که اینجایین، از ماساژور هست، دکترها هستن. این تیم پشتیبانیمون بود که باعث شد ما قهرمان بشیم. هوادارهای عزیزمون، مالکمون، یه تشکر ویژه بکنم از خود مالک عزیزمون که همیشه حامی تیم بوده. هیچ کم و کسری تو این چند سالی که ما اینجاییم نداشتیم. ما واقعا با کمک ایشون، با کمک هوادارامون تونستیم یه قهرمانی تر و تمیز بیاریم. به نظر من قهرمانی که بوده همه گفتن حق تراکتور بوده. این قهرمانی یکی از سخت‌ترین سالهای زندگی خودم بوده. خیلی سختی کشیدیم. خیلی از مردم هوادار تراکتور این چیزا رو واقعا نمیدونن. من فکر کنم 5 سال 6 سال من تلویزیون نرفتم صحبت کنم. فکر کنم این اولین صحبت من تو رسانه خود باشگاهمونه. ببینید، من داشتم اون روز با خود علی آقا مهدی، آقای اسماعیلی فر صحبت می‌کردیم. ما یه سال خیلی سخت تلاش کردیم قهرمان بشیم. من قهرمانی راحت به دست نمیاد به نظر من. ما یه فصل کامل، یه سال کامل دور از خانواده بودیم. نه زن و بچه‌مون تبریز بودن، نه کسی کنارمون بودن. هممون فکر کنم همتون هم شاهدین، همه تو هتل زندگی کردیم. کل بازیکنامون، اون علی بیرویی که اصلا دور از خانواده‌اش خیلی براش سخته، هممون سخته برامون دیگه. همه تو هتل کنار هم زندگی کردیم تا تونستیم این موفقیت به دست بیاریم. خیلی سخت بود این قهرمانی. با خیلی چیزا جنگیدیم. به نظر من خیلی سخت بود برامون، ولی خیلی تیم یه دست و یه دلی داشتیم. همه با هم یه دل بودیم. از بالای مجموعه که خود حاج آقا بوده، هوادارا تا پایین همه یه دل بودیم. امسال این تیم از اول فصل مشخص بود قهرمان میشه. خیلی سنگ اندازی شد، خیلی اذیت شدیم تو این فصل، ولی خدا رو شکر میکنم که تونستیم با یه قهرمانی واقعا دل مردم تبریز، ترک زبانه عزیز شاد کنیم. من نمیدونم، شاید خیلی این صحنه رو نبینن. ما تو شهر این داریم صحنه رو میبینیم. واقعا خودم به شخصه بعضی وقتا بغض میکنم همین صحنه رو میبینم. واقعا تبریز، مردم آذربایجان لایق همچین قهرمانی بودن. این قهرمانی گوارای وجودشون. امیدوارم که در آینده بتونیم ان شاءالله افتخارات بیشتری کسب کنیم واسه تراکتور، مردم رو شاد کنیم. واقعا خودم به شخص خیلی خوشحالم. البته آقا شجاع، شما کلا اون روحیه قهرمانی خود حاج آقا زنوزی هم گفتن دیگه. شما روحیه قهرمانی اون خواستنه رو همیشه داشتی. پارسال هم معتقد بودی که میتونیم ما جام رو ببریم. حتی یادتون باشه درباره این مسئله قبل بازی با سپاهان که اینجا مساوی کردیم، بعد شانسی آوردیم و نشد ببریم، حتی اونجا هم میگفتید که ما سپاهان رو بزنیم میتونیم بریم قهرمان بشیم، اما نشد. اما امسال گویا اون خواستنه یک جور دیگری بود. ببین، یه مجموعه که میخواد قهرمان بشه همه باید بخوان. من بخوام 2 نفر دیگه نخوان نمیشه. ما یه مربی خیلی بزرگ اومده به جمع اضافه شده، خیلی مهمه برامون روحیه قهرمانی. بازیکنای بزرگی به جمع اضافه شدن. اونایی که اضافه شدن آقای ترابی، آقای بیرانوند،
آقای اسماعیلی فر، حالا اونایی که اضافه شدن من شاید از قلم بیفته اسمشون، اینا واقعا بازیکنایی که بودن با خودشون، چون بازیکنایی بودن قهرمان دیدن، قهرمانی رو دیدن، اومدن به تیممون خیلی کمک کردن، دستشون درد نکنه. ما امسال 11 نفر نبودیم به نظر من، ما 30 تا بازیکن داشتیم که با جون دل واسه هم پشت هم بودن. چه اونایی که تو شاید مردم رو نبینن سر تامین ما چه خبره، یه تیم واقعا یه دست و یه دل بودیم. فکر کنم کمتر تیمی بوده که همچین جبری رو داشته، میتونی از بچه‌هام بپرسین. فقط میگم خدا رو شکر که مزد زحماتمون رو گرفتیم، سختیامون تلاش کردنمون رو گرفتیم، خدا رو شکر میکنم. آقا شجاع بعضی بازی‌ها بود مخصوصا تو نیم فصل اول ما حالا باختای خیلی از رو بدشانسی می‌آوردیم. حالا اگه بخوام گلش رو اشاره بکنم، بازی با شمس آذر بود که دیگه لازم نیست بگم چه تو پای نرفته بود. اونجا شک نکردید به قهرمانی؟ نه، ما ببین باخت همیشه تو فوتبال هست، مهمترین چیز بعد باختته که چطوری بتونی بعد باخت برگردی به بازی بعدی. ما خوبی تیم امسال این بود که بازیایی که باختیم حقمون نبود باختیم، بلافاصله بازی بعد پشتشو بردیم. تیممون تو بحران حاشیه نرفت چون بازیکن‌ها با تجربه داشتیم. ما میتونستیم 5 هفته زودتر قهرمان شیم اگه یه سری اتفاقات نمیافتاد. بازم خدا رو شکر میکنم 2-3 هفته مونده قهرمان شدیم چون لایق این قهرمانی واقعا این تیم لایق ستایشه به نظر من. آقا شجاع بریم بازی شمس آذر. شما جایگاهت فرق میکرد، داخل زمین نبودی، بالا کنار اسکو بودی. حس و حالت چی بود؟ چه حین بازی چه نتایجم زنده دنبال میکردید دیگه بازی با سپاهان؟ یکم از اون حال و هوا برامون تعریف میکنید چون شما جاتون فرق میکرد دیگه اونجا. ببین همیشه دیدن بازی از بیرون خیلی سخته اگه تو خود تو زمین باشی، خیلی استرسش بیشتره. اونم کنار چه کسی؟ آقای اسکوچیچ، اون که خودش ماشاءالله خدای استرسه. من نگاه اسکوچیچ میکردم، آقا اسکو میکردم، اون نگاه من میکرد. دو تامون استرس داشتیم. من داشتم نتیجه بازی سپاهان پرسپولیس نگاه میکردم. بعد دیگه بازی ما که نیمه اول تموم شده بود. ولی من داشتم بازی اونها رو نگاه میکردم دیگه. خب فوتبال دیگه، اونور باختن ما بردیم. خب بازم به 2 هفته آخر نمیکشید. حالا خدا رو شکر نتایج جوری رقم خورد که ما تونستیم اونجا دیگه تو اون بازی دیگه قهرمانی مسجل بشه. خیلی سخت بود. یعنی ببینید من اینو واقعا میگم، قهرمان شدن با تراکتور خیلی سخته. خب مسلما قهرمان شدن تیم‌های شهرستان خب مسلما سخت‌تره دیگه. بازم میگم خدا رو شکر یه اتفاقی امسال افتاد برامون که واقعا هممون خوشحالیم. اتفاقا آقا شجاع سوال بعدی من درباره همین سخت بودن قهرمانی با تراکتور چه خوب هم اشاره کردید. یک مقدار اینو بیشتر توضیح میدید که چرا سخته نسبت به بالا تیم‌های تهرانی؟ ببین یه چیز طبیعیه دیگه. خب ببین الان تراکتور چند ساله که قهرمان نشده؟ 55 ساله که تو لیگ قهرمانی نیاورده. شاید یه سری سالام حقش بوده که نشده. به نظر من یه اتفاقاتی میفته که حالا من نمیتونم بگم به عمد بوده باشه. یه اتفاقات همین امسال واسه ما افتاد که اصلا خیلی زودتر میتونستیم قهرمان شیم. حالا نمیشه اینجا صحبت کنم راجع به خیلی موضوعات دیگه. ولی میگم بخوام راجع به موضوعات حاشیه میشه زیاد. میگم تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، ولی خیلی خواستن قهرمانیمون لوس کنن. اگه دقت کنین خیلی نمیدونم تراکتور این اتفاق افتاد. حالا یه صحبتی هم اینجا میکنم با هوادارامون، حالا اونایی که این ویدیو رو میبینن میگن رئیس جمهور تراکتوریه، نمیدونم کمک کرده. خیلی برام سواله. تنها تیم لیگ هستیم، یه پنالتی اونم اصلا نمیگرفتن، مهم نبود. تنها تیم لیگ هستیم که یک سود از داوری نکردیم، یک امتیاز به ما ندادن. تنها تیمی هستیم که بیشتر استوریمه امسال رفتیم اذیت شدیم، خیلی اذیتمون کردن. خیلی از تیم‌ها با ما غیر فوتبالی امتیاز گرفتن، اصلا حقشون نبود به ما امتیاز بگیرن، ولی جو استادیوم طوری کردن که تونستن از ما امتیاز بگیرن. میگم امیدوارم این جوای استادیوم درست شه. هر فوتبالیستی، من به شخص خودم مثال میزنم، علی بیرو رو میگم، خیلی سال سختی واسه بیرو بود چون من بیرو کنارش دارم زندگی میکنم. خب ببین آدما رو شما از بیرون میبینی، از داخل نمیبینی. علی بیرو به نظرم یکی از سخت‌ترین دوران فوتبالیش بود، واقعا خیلی سخته. منی که خودم رو جای علی بذارم، خودم همچین چیزی شاید هر کسی شخصیتش فرق کنه با یکی دیگه. امسال واقعا یه صحنه‌ای رو من دیدم واقعا جای تأسف داده. امیدوارم همه تماشاگرای فوتبال، همونی که تو استادیوم میان، بچه دارن، خانوم دارن، حالا همشون کنار همن. آقا شما به منی که فوش بدی، من همیشه هم گفتم بازم میگم، حالا مثال من علیو نمیگم. آقا شاید به من ناراحت نشم. شما خودتون رو فقط کافیه 10 ثانیه بذارین جای همون بازیکن که مادرش تو استادیوم نشسته. خودت جاتو برعکس کن. اگه تونستی دووم بیاری 5 دقیقه، من به شما حق میدم.
10 دقیقه حق میدم. یه صحبتایی راجع به من میشه، من همیشه میگم 1 بازی باشه آدم میگذره، 2 بازی باشه آدم میگذره، 3 بازی باشه میگذره، 4 بازی هم میگذره. علی علیپور یکی از دوستای نزدیک منه، بچه محل منه. علی علیپور فکر کنم که من اصلا این چیزا رو درست نمیدونم فحاشی بازی کنه. خواستم اینم به علی هم یه توضیح بدم. علی علیپور 2 تا بازی فوش خورده. اصلا نباید میخورده به نظر من. خورده به هر دلیلی. حالا کار درستی که نیست، کار زشتی. میدونستین من علی بیرو چند تا بازی فوش خوردیم، دوم آوردیم؟ اینو میخوام یه توضیح جلوی تلویزیون بدم. تمام رسانه‌ها به علی علیپور پرداختن، همه جا تلویزیون صحبت از علی علیپور بود، هر شبکه‌ای رو باز می‌کردی صحبت از علی علیپور. کار خیلی زشتی فوش دادن. آیا من علی بیران 20 بازی فوش خوردیم تلویزیون راجع ما صحبت کرد؟ هیچ تلویزیون شما هیچ صحبتی ندیدین. میخوام رسانه‌ها رو بگم. تمام رسانه‌های امسال ضد تراکتور بودن. به چشم دیدم. شبکه 1 رو باز می‌کردی ضد تراکتور حرف می‌زد. شبکه 3 رو باز می‌کردی مجریش راجع به تراکتور صحبت می‌کرد. هیچ کدوم تراکتوری نبودن. همشون هم من میشناسم. من ندیدم یک بار راجع به تیم خوب تراکتور صحبت کنه. خوب بازی کنی حقتون بوده. همشون هر خبری که دروغ بودم راجع به تراکتور کار میکردن. شما یه خبر از تیمای دیگه تو رسانه نمیبینید. همه رسانه‌ها تراکتور بوده. من میگم چرا میگفتم همه بر علیهمان؟ رسانه ملی ما دست یه سری افراد میفته که فقط دارن دنبال منافع خودشونن، دنبال جمع کردن فالوورن. مجری تلویزیون دنبال جمع کردن فالووره که راجع به تیم صحبت کنه، فالوور جمع کنه. رسانه ما شده دنبال اینستا بودن این داستانا. نمیان واقعیت رو بگن. بر فرض مثال نمیگن 10 تا بازی 15 تا بازی فوش زن و بچه خار و مادر خوردن، یه رسانه بگن چرا این کارو کردین. میگم علی علیپور که از دوستای نزدیک من، میگم خیلی کار زشتیه. فقط میخوام رسانه رو بهتون یه توضیح بدم دیگه. تمام رسانه بعد بازی خیبر چه اتفاقی افتاد توش؟ همه گفتن چرا این اتفاق افتاد؟ چرا من و علی بیران فوش خوریم هم چه اتفاقی نیفتاد؟ هیچ کس نمیاد صحبت کنه. اینا یه چیزی که به نظر من اینا رو اونایی که تریبون دارن خیلی مقصرن تو این مسائل. من خیلی وقت صحبت نمی‌کنم تو تلویزیون، چون واقعا چیزایی که دارم می‌بینم زده شدم از صحبت کردن با یه سری افراد. تو تلویزیون هر چیزی که ما دیدیم درست نبوده به نظر من. سلام صبح بخیر تراکتور. شبکه 1 سلام صبح بخیر راجع به تراکتور. تراکتور هم یه تیم دیگه. آقا شما تریبون ملی داری، تراکتور هم تیمه. شما باید هر چیزی که اتفاق میفته بعدشو بگی، خوبش هم میفته بگی راجع به تراکتور. صحبت‌ها زیاد راجع به این موضوع. من میگم همه رسانه‌ها که یه چیز دیگه هم برام جالبه. ما تیم قهرمان هستیم دیگه امسال، درسته؟ کدوم بازیمون از شبکه 3 پخش شد؟ منم میگم شما اول اینا که صحبت میکنم، خب دیگه اینا تلویزیون خودمون امیدوارم پخش بشه دیگه. شما از حق پخش تلویزیونی رو بده به نظر من. بعد راجع به موضوع شبکه رو میگم، راجع به تراکتور صحبت کن، راجع به بنده صحبت کن. همه دنبال دیده شدن هم به نظر من. امسال با تراکتور خیلی دیده شدن. موضوع خوبی رو باز کردید. حالا می‌خواستم درباره اون بازی عجیب و غریبی که تو تهران داشتیم، این ناراحتی رو، حالا ما که تو رختکن بودیم بعد از بازی اون بخت رو در چهره شما، در چهره مخصوصا علیرضا بیرانوند و سایر بازیکنایی که فکر کنم اصلا یک اتفاق عجیبی بود براشون افتاد. حالا سوای فوتبال رو که ما نتیجه رو واگذار کردیم، اونجا یک گویا خلاف اخلاقی بزرگی بود که همه شما رو در بخت فرو برده بود. درباره این هم صحبت می‌کنیم. ببین مهمترین چیز به نظر من تو فوتبال انسانیت، انسان بودنه. من شجاع خلیلزاده 3 سال 4 سال تو تیم تراکتور بازی میکنم. من شجاع همیشه سعی میکنم 100 واسه تیمم بذارم. تا زمانی که هستم 100% میذارم. شاید ضعیف باشم، شاید قوی باشم، چه خوب باشم چه بد، همیشه سرمو گذاشتم، همه جا هم میدونن. من میگم علی بیرانوند، شجاع خلیلزاده، ایکس و گیرک توی تراکتور بازی کردن، توی پرسپولیس بازی کردن، توی استقلال سپاهان بازی کردن. باید واسه هوادارهای اون تیم حتی یک لبخند یه روزی به لب اون هوادار آورده باشن، قابل احترام بوده باشن. هر کسی هم اشتباهی کرده باشه، هر چی کرده باشه، خوبیاشو فراموش نکنین. ببینید چقدر خوبی بهتون کرده، خوشحالتون کرده، قهرمانی با شما آورده، روزای شادی با شما داشته. آیا اون بازیکنی که این همه تلاش کرده واسهتون، پاشو داده، گردنشو داده، کمرشو داده، لایق فوش خوردنه؟ اونم به خانواده‌اش؟ من اینا که منظورم همه نیستن، یه تعداد از افرادن. من میگم منی که واسه تراکتور بازی میکنم، شاید فردا رفتم از تراکتور. طبیعت فوتبال، یه روز هستی یه روز نیستی. همه میانه میرن دیگه. من که تا ابد نیستم اینجا، که من 60 سال دیگه نباشم اینجا. رفتم از اینجا باید فوش بخورم. مثال دارم میزنم، این راجع به هواداری دارم صحبت میکنم.
من از تراکتور یه زمانی رفتم و برگشتم. من یک بار از هواداری تراکتور خودم به شخصه میگم، همیشه میگم تو تراکتور بودم رفتم برگشتم، تو تبریز هیچ وقت به من بی‌احترامی نشده، هیچ وقت. من میگم این موضوع باب نشه که هر فوتبالیستی که میخواد بره بهش فحاشی بشه. همه مردم، همه هوادار قابل احترامن، ولی میگم قدردان زحمات بازیکنایی که تو تیمتون بودن باشیم. حالا به هر دلیلی رفتن، دلیل شخصی داشته هستن، خواسته بره، اصلا خواسته بره یه جا، ولی به نظرم خیلی بهتر، خیلی شیک‌تر میتونه استقبالش کنین، تشویقش کنین برگشته دوباره، یه تشویقش هم بکنین. حالا تو تیم رقیب رفته ولی قابل احترام واسه من. امیدوارم این تو فوتبال ایران جا بیفته. به نظر من این هنوز جا نیافتاده. آقا شجاعی یه جمله خیلی طلایی داشتید توی یکی از مسابقاتون تو میکزون، حتما بگم که یادتون میاد، گفتید که برای قهرمانی تو تراکتور ما باید با خیلی چیزا بجنگیم، باید با همه بجنگیم. فکر کنم بعد بازی نساجی بود، درسته؟ این حس از کجا اومد؟ ببین اون من فلبدا حرف میزنم. خب من هیچ وقت پیش شما بیام هیچ وقت فکر نمی‌کنم میخوام چی بگم. اون چیزی که تو خودمم، همون از وجودم صحبت میکنم، هیچ وقتم اهل نه شوام نه شوافم بگم این کارو اون، از این چیزا. من همین واقعی خودمم. من بازی نساجی، حالا تیم شهرمونم هست، آرزوی موفقیت براشون دارم ان شاءالله در آینده. نمیدونم حالا چه اتفاقی براشون میفته، امیدوارم که موفق باشن در آینده هر کجایی که هستن. من واقعا یه سری چیزا رو اونجا دیدم. من خانواده‌ام تو استادیوم بودن، همون بازیام همه استادیوم بودن، خواهرزادم، برادرزادم همه تو استادیوم بودن، تو شهر خودم. من با سبک بازیم درگیر شدنه، طبیعتا همینجوری هم دیگه، سبک بازیمه، دست خودم که نیست، من مدل بازیم اینجوریه که درگیر میشم. من فکر میکنم هوادارا انتظار دارن من درگیرم نشم، با همه صحبت نکنم، هیچ کاری هم نکنم. من یه ریاکشنی انجام دادم، تازه بازیکن حریف بدون توپ منو لگد زد پشت پای محکمم زد. که اونجا برعکس هوادارای تیم نساجی به من فحاشی میکردن. من تعجب کردم مثلا همین صحنه، باورم نمیشد. اصلا یه سری اتفاقات، حالا نمیخوام باهاش ورود کنم، افتاد که اصلا من یه عجیب غریبی دیده بودم امسال، که خیلی اتفاقات داشت میافتاد که اصلا ما قهرمان نشیم. ولی همیشه با بازیکن‌ها جلسه که می‌ذاشتیم، خود بزرگترای تیم، علی هستن، ریکاردو، مهدی تراب و دانیال و بچه آقا شیری، اینا هستن، همه صحبت می‌کنیم. واسه قهرمان شدن نباید بهانه بیاریم دیگه. امسال ما بهانه نیاوردیم، جنگیدیم واسه هدفمون. خدا رو شکر نتیجه‌ش هم گرفتیم، قهرمان شدیم. آقا شجاعی این بازی با شمس آذر یه بیریکیوچ از ته دل بود، یعنی ویدیوها که در اومد خیلی از صمیم قلب بود. مشخص بود که تحت تاثیر اون جو هوادارا، نمیدونم سکور اگه دیده باشی خیلی داشتن گریه میکردن. این همون، منم یکی از همون هوادارا بودم که خیلی فشار رو من بود، یه فشار عجیب غریبی رو ما بود. قهرمانی خودش فشار زیادی داره که بخوای قهرمان شی. این واقعا تو ما بود، نتونستیم اینو بروز بدیم. قضیه بیریکیوچ که داستان داره دیگه. من کلا هر بازی که تمام میشه، هر بازیکنی واسه خوشحالی با هوادار معموله که این حرکت قشنگو بره. اون بازی کلا من خودم داشتم تو هوادارا نگاه میکردم، دیدم همه دارن اشک میریزن، اشک میریختن. گفتم بذار منم سهیم بشم تو اشک ریختن اینا، که اون کار انجام دادیم و واقعا صمیم قلبم بود. خیلی فضای احساسی بود. آره، چون این واقعا منم یه هوادار بود، این هوادارا اون حرکت کردم. از دراگان اسکوچیچ بپرسیم، یک نقش انکار ناپذیری داشت توی این قهرمانی. شما هم خب شاگردش بودید. دراگان اسکوچیچ تو سکوت اومد، خیلی در سکوت اومد، ولی آخرش قهرمان شد. دراگان، آقا اسکوچیچ هیچ وقت زیاد صحبت نمیکنه، نه مسابقه نه چیزی، تو سکوت بیشتر کارش انجام میده. یکی از بهترین مربی‌ها، فنی ترین مربیایی که ما داشتیم تو این همه مدت. واقعا همه بچه‌ها دوستش دارن، دلی دوستش دارن، چون رابطه نزدیکی با بازیکن‌ها داره. هر کیم بگین خیلی نزدیکه به دراگان، چون احساسی خیلی. حالا هوادارامون نمیدونن دراگان فوق‌العاده احساسیه، دوست داره تراکتور رو. اگه دقت کنین همیشه با هوادارا خوشحالی میکنه، برای هر گلی میره سمتشون. به نظرم یه مربی کاملی که تو تراکتور اومده. امیدوارم انشالله ادامه دار باشه کار با تراکتور، با دراگان کنار هم باشن، چون کارهای زیادی داریم هم با دراگان هم با تراکتور. انشالله موفقیت بیشتر کسب کنیم واسه هوادارمون. میگم ما امسال واقعا لذت بردیم، با دراگان کار کردیم خودمون، همه چی راحت بود برامون، خوب گذشت. یه سوال از دراگان میپرسم، حالا به تراکتور ربطی نداره، فکر کنم میدونید به چی مربوطه. به نظرتون 2022 با دراگان نتایج بهتر از این میشد؟ به نظر من خب دیگه مربیم، اگه مربیم هم نبودم همیشه نمیگفتم. من
از درگان همیشه حمایت کردم، چه اینجا بود چه نبود، چون واقعا شخصا دوستش دارم، مربی قویه. حقش بود تو جام جهانی باشه، حقش بود واقعا. ناحقی شد بهش به نظر من. حالا یه اتفاقاتی افتاد که تو جام جهانی نتونست باشه، ولی حقش بود تو جام جهانی باشه. به نظر من 100% بهتر نتیجه میگرفت. 100%. آقا شجاع، بازی‌ها رو بعد از اینکه بازی‌ها که بازی می‌کنید و بعد از اینکه مثلا میرسید خونه یا وقت آزاد دارید نگاه می‌کنید؟ من همیشه نگاه می‌کنم. تا حالا شده به خودت بگی وای چقدر من اینجا عصبی دارم بازی می‌کنم؟ راستشو بگیر. ببین واقعا دست خودم نیست، واقعیت بگم. پس اینو خودتون اضافه. ببین من یه جایی ناحقی میشه واسه تیمم، دست خودم نیست. من خود به خود دفاع میکنم از تیمم. من حتی بازیکنم ببینم تازه من آرومم. من بازیکنم اگه یه بازیکنی به بازیکن ما حتی تو هم بگه من ناراحت میشم، چون اون بازیکن منه. بازیکن ما تیممه. من پشتش باشه. من پشت بازیکن تیمم هر کجا که باشه، بیرون زمین، تو زمین که حقمون رو میخورم اصلا نمیتونم جلو خودم بگیرم. همه داورام اول بازی به من میگن تو رو خدا آروم باش، آروم شو. میگم چشم سگرد نباش. 5 دقیقه دیگه هم اتفاق میفته. این مهدی هاشم نژاد نمیدونم دمخور شما شده اینجوری، خیلی اصلا آتیشش تنده. یادتون میاد حتی یه بازی ما تدارکاتی هم داشتیم با یه تیم ازبکستانی فکر می‌کنم اونجا درگیر شده بود، اخراج شد. اول از همه که تبریک به مهدی هاشم نژاد بگم. مهدی فوق‌العاده بازیکن خوبیه، بچه خوبیه. مهدی نسبت به جثه‌اش خیلی جربوزه داره دیگه. دعوایی مهدی به قیافش نمیخوره، خودش به مظلومیت میزنه. ولی آقا مهدی جنگی ما آقا مهدیه. همیشه شما چیزی یادش دادی؟ نه، چون همیشه فکر کنم یکی از بازیکنایی که همیشه پشت من هست. بله. هر جا میرم مهدی هست. ما بازیکنم داریم دیگه آقای آقاسی. این تمام دعوا رو فراریه. هر جا میبینی فرار میکنه. ولی هاشمی همیشه فرار میکنه. با پارسال بازی داشتیم با گلگهر، فکر کنم یه دعوا شده بود فلان، از این حرفا همه دارن میان جمع میکنم، دیدم یه نفر داره اونور میره. گفتم این عارف نیست، این عارف باید الان اینجا باشه. دیدم عارف داره در میره. نه مهدی خدایی. این کارتی هم که تو بازی نساجی گرفت سر شما گرفتی که تیمیم دیگه. تیم یعنی همین پشت هم بودن. آقا شجاع، اینقدر که از آقا دانیال و آقا مهدی ترابی تعریف کردی، اینجا مسابقه داشتن و گفتن ما کلا یک قانونی که داریم توی رختکن نانوشته هم هست، اینه که هر چی آقا شجاع بگه. اینه کی گفته؟ جفتشون هم گفتن. من حالا نمیخوام یه اسم بدم، جفتشون هم گفتن. نظر شما راجع به این جمله چیه؟ اینو شما خودت بدعت نهادید در رختکن؟ ببین نه، این که مهدی ترابی هم دیگه خود دانیال و اینو بچه‌ها میشناسن چه جور بچه‌ای هستن دیگه. اینا دیگه خدا هم نمیشناسه. من نمیدونم اینا کربلا میرن هفته‌ای، هر ماه مکه میرن. این چه حرفی شما زدین اینجا رو جلوی تلویزیون میگم آقای ترابی، آقای اسماعیلی فر. اینجوریه دیگه نه؟ حالا باشون صحبت دارم، نمیتونم الان چیزی بهشون جلوی دوربین بگم، فقط تعریف تمجید از شما میکنم. پس من از دانیال یه چیز دیگه هم بگم. میگفتش که قبل رفتن به اهواز گویا مثل که باد زیاد می اومده و از خلبان پرسیده که آقا باد زیاد میاد نترسید. بعد میگه من با شجاع اینو گفتیم، شجاع گفتش که نه آقا تکون نداریم، مطمئن باشید. بعد میگه پرید و تکون نداشت واقعا. میگه به خاطر همین میگه هرچی من میگم. آقا مهدی ترابی با دانیال کلا از پرواز میترسن، استرس شدید دارن. بعد از علی بیرامند بیشتر؟ علی بیشتر داره، مهدی بیشتر داره. مهدی هم همیشه کنار من میشینه، منم بهش رویه میدم، نگران نباش، باش حرف میزنم، انگیزه میدم بهش. اومد از خلبان میپرسه که آقا هوا چطوره، پرواز چطوره. خلبان بهش گفت که وحشتناک تکون داریم امروز. اینم ترسیده بود، کنار من نشسته بود. بعد گفت آقا شجاع پرواز چطوره؟ گفتم اصلا نگران نباش، به من گوش بده. گفتم یه تکونم نمیخوری. با آدم شدید میزد. ما پا شدیم، هواپیما تکون نخورد تا اینکه برسیم. حالا اون فکر کرد من هر چی از من میپرسم من میگم درست از آب در میاد، اینم هر چی میگن آقا شجاع بگه. حالا مهدی ترابی من براش دارم، حالا کارش دارم. پس حالا که وارد کلکل با بقیه شدیم، از خداداد عزیزی هم نپرسم که نمیشه. ای خدا، چقدر کلکل میکنید شما سر تمرین؟ ما ببین کلکل ندارم با خداداد. آقا خداداد بازیکن بزرگی بوده، من همیشه هم گفتم تو زمان خودش بازیکن بزرگ بوده، ولی الان به ما بخوره خب من همیشه هم بهش میگم اون تایم خب تایمی بود که مثلا به 2 تا دفاع میخورد، خب دیریبشون میزد. اونم خب به ایران منظورم نیست، خارج از ایرانه. این میگه دیریب میکرد، میگفت من اینجوری هم. اینا پخش شدنش تبعات خب مگه نگفته راجع به من؟ تبعات داره دیگه راجع به من. گفته اگه جلوی ما بود که اصلا چی گفت راجع به من؟ نه تا حالا به ما چیزی نگفته. من کنار زمین این صحبت غیر رسمی. چی گفت دقیقاً؟
گفته زمان ما بودی اصلا فوتبالیست نمی‌شدی مثلا. خب خودت به من نخورده، خب به من بخوره، خب تایمش به من نبوده. به نظر من با من رو در رو میشد بعد میگفت. آقای خلیلزاده عزیز، ما یه تماس با خداداد عزیز بگیریم مسئله رو بپرسی. میتونی بپرسی ازش. خب پس با خدا تماس بگیر. به نظر من جلوی من میخورد، جلوی من بازی میکرد، چیزی نداشت. من نظرمو میگم. شاید الان بیاد بگه من 6 نفر رو دیلیت میکردم، ولی از نظر من آقا خدا به منم میخورد، چیزی خاصی هم نداشت. طرف باشه. خب اون تایمی که بازی میکرد فوتبالیست نبود که. خارج از ایران. تو ایران نه، بی احترامی کسی نشه، همه بازیکن بزرگن و شوخی میکنن با خودت. پس جلوش وای میستادی. آره من با عارفم اون روز میگفتم. آقا خدا داشت با ما صحبت میکرد، گفت من به شما دوتا میخورم، این کارو میکردم، اون کارو میکردم. خب نخوری به ما که این حرفا رو میزنی که. چی بگم والا؟ آقا ما درباره رابطت با علی بیرانوند به عنوان یک دوست قدیمی بپرسیم تا ببینیم موضوع خداداد عزیزی به کجا میرسه. یکم راجبه علی سختی هم داشت. علی بیرانوند فوق العاده بچه خوبیه. یه سال فوق العاده سختی داشت. خیلی سخت بود براش. خداداد رسیدن. خداداد سلام علیکم. سلام علیکم. خدا من شب تمجید میکردم تو تلویزیون، تا این توی تیوی باشگاه گفتم همه جا خبرها بهم میرسه، همه جا گوش دارم. خداداد من گفتم خداداد خیلی قویه. نه مطمئنی اینو گفتی؟ الان میری ویدیوش میاد بیرون دیگه. گفتم خداداد تو زمان خودش خیلی خوب بود، ولی به ما میخورد هیچی نداشت. اینو گفتی؟ نه شوخی میکنم خداداد. من کمی صحبت من رود با تریلی رد میشدم. با تریلی شد از رود رد میشدم. داشتم میگفتم به من عارف آقاسی میگفت که میخوردم به شما، این کارو میکردم. گفتم به ما نمیخوردی، فکر کنم به اون دوره زمانه خودت میخوردی. خداداد حالا میتونی بپرسی میخوردی دوتایتون با هم رو جون حالا اینجوری شد رد میشد. فدات شم خداداد، قربونت نوکرتم، فدات بشم. نه قربونت، خدا. ما شوخی میکنیم، اینا فانا. بله حتما که همینطوره. اینا فانه. ما جو تیم فوق العاده دوست داشتنی، همه کنار هم، چه بازیکن‌ها، چه کات، چه خداداد، چه بچه‌ها دیگه، همه با هم دوستیم، رفیقیم، شوخی میکنیم، میخندیم. جو تیم جو صمیمیه. کاملا مشخص. اگه اینجوری نبود که به اینجا نمی‌رسید. درباره علی بیرانوند خب ببین، علی بیرانوند یکی از به نظرم بهترین گلرهای تاریخ فوتبال ایرانه. علی خب از بیرون یه ظاهره، از توی یه ظاهره. به نظر من علی بیرانوند اون چیزی که میبینین نیست، خیلی بهتر از اون چیزی که شما میبینین. فوق العاده بچه خوبیه، بچه دوست داشتنیه. جو رختکنمون شاده با علی بیرانوند، شوخ طبع، میخندیم، شوخ. خیلی از چیزا رو ما مدیون علی هستیم تو رختکن. جو صمیمیت، شوخ طبعی، اینا علی باعث میشه که تیم روحیه بگیره. بمب انرژی علی. خیلی بهمون علی امسال کمک کرد. خیلی ما علی وقتی پشتمونه خودمون دلمون قرص علی بیرانوند پشتمونه، مثل کو، انگار مثل کو پشتمونه. میگم علی بیرانوند یکی از بهترین بازیکن‌های ده حال حاضر تراکتور به نظر من. یکی از بزرگای فوتبال خودمون هم هست. ان شاءالله که کنارمون باشه و بتونیم افتخار بیشتری با هم کسب کنیم. با توجه به این بزلگویی که علی بیرانوند چه در رفتار و حرکاتش داره، خاطره خاصی دارید ازش که علی بیرانوند با این خاطره یادتون میاد؟ علی منشوری خاطرش، ولش کن. خودش میدونه. علی خاطرت با علی منشوری. یه ویدیویی که ما از علی بیرانوند از رقصش توی رختکن گذاشتیم، رو نمیدونم خبر دارید یا نه، نزدیک 27 میلیون ویو گرفته در صفحه رسمی باشگاه. این عدد یک عدد تکرار نشدنی فکر کنم برای فوتبال ایران، از رکورد هم 2 برابر بالاتر. بعد این آمارشو که به علی بیرانوند دادیم گفت او بیرو رو مگه دست کم گرفت؟ مگه من شجاع خلیلزاده ام ویو میگیرم؟ نظری نداری در این مورد؟ نه بذار بچه‌ها که ما رو که هر جا میرسن تیکه به ما میندازن دیگه، ما اوکییم. بذار بچه‌ها بگن شاد باشن دیگه، ما دوستشون داریم. آقا به عنوان سوال کلی پایانی میخواستم درباره محمد رضا زنوزی مطلق، نقشش و کلا هر چیزی که به ذهنت درباره این شخص میرسه و دینی که به مردم تبریز فکر میکنم ادا کرد، حتی بیشتر از اون. ببین من خب فکر کنم از پارسال که اینجا اومدم خب خیلی مورد حجمم قرار گرفتم، راجع به آقای زنوزی صحبت میکردم. من همیشه حرفامو میزنم، نه ترس از کسی دارم نه دنبال چیزی هستم. ما اینجا هستیم، خب یه قراردادی داریم مثل بقیه بازیکن‌ها، پولمون میگیریم و کارمون انجام میدیم. نیاز به تعریف و تمجید من نداره آقای زنوزی.
به نظر من کسی که روز و شبش زندگیش تراکتوره، با باخت تراکتور، با برد تراکتور زندگیش میچرخه، یعنی با یه باخت تراکتور یه هفتهش اون چیزی که من به چشم دیدم دارم بهتون میگم. من میگم از کسی که خود شخص شما، کسای دیگه که از جیبشون هزینه میکنن قابل احترامن. اونم کسی که داره نه هزینه‌ای کم، یه هزینه زیادی واسه خوشحال کردن مردم تبریز، آذربایجان، ترک زبانا میکنه. به نظر من کسی نمیاد همچین کار بزرگی که خود آقای زنوزی کرده بکنه. هر کی بکنه 100 تا منت میذاره. به نظر من 1000 تومان خرج کنی 2 تا منت هم میذاری. بدون منت کسی این کارو انجام میده واقعا انسان بزرگی از نظر من. نه آقای زنوزی نیاز به تعریف من داره. من همیشه با خودش هم گفتم کاری که ایشون میکنه فرد کار بزرگیه. شما این شادی که تو جامعه، توی تبریز، توی ترک زبانا آورده، شما برید نگاه کنین. 1 ماه مردم روز شب ندارن از شاد، همشون شادن، خوشحالن. ما 10 تا بازی استادیوم زیر 100,000 تا آدم نیومده. این جو چجوری میخوای شما درست کنی؟ با هزاران میلیارد نمیشه این جو خرید. ببین آقای زنوزی کاری که واسه مردم تبریز کرده، تبریزیا کرده، واقعا قابل ستایش از نظر من. شما من دوران اون تایمی که 10 سال پیش من تو تراکتور بودم، 12 سال پیش اینجا بودم، با الانش قابل مقایسه نیست. انگار وارد یه جای دیگه شدی. از نظر امکانات، از نظر پرداختی، از نظر ببین ما یه تیمی هستیم که امکاناتمون کامله. اینا همه هزینه داره. همه یه جهتش نگاه میکنن. واقعا وارد تیم باشی یه چیز مجموعه کاملی ها میبینی. امیدوارم که خدا بهشون سلامتی بده. ان شاءالله تراکتور هم بتونه با نتایج خوبی که میگیره دل ایشون هوادار. خب من هوادار میگم منظورم خود آقای زنوزیه، چون خودش هواداره. به نظر مالک نیست. خودش از یه هوادار نگاه میکنه، خودش پیگیر همه چی هست، 24 ساعته با 1000 تا مشغله‌ای که داره. اولویت اولش تراکتور همیشه. امیدوارم که بچهای تیم قدردان ایشون باشن، مخصوصا هوادارهای تیم. درسته یه زمانی سخت میگذره. من همیشه به خود حاجی هم یه حرفی زدم، گفتم حاجی همیشه بعد از هر سختی یه راحتی، خوشحالی هست. خدا رو شکر تونستیم خود حاجی امسال خوشحال کنیم، هوادارمون رو خوشحال کنیم، چون واقعا مردم تبریز، مردم آذربایجان، مردم ارومیه، اردبیل، همه ترک‌ها لایق این خوشحالی بودن، به حقشون رسیدن. امیدوارم این خوشحالی ادامه دار باشه. در کنار هم ان شاءالله تیم خیلی خوب سال بعد ببندیم، بتونیم دوباره یه افتخاری واسه مردم باشیم، مردم خوب تبریز باشیم. چند تا کلمه اینجا دارم که دلم میخواد با هم کلمه جواب بدید. تیم ملی، غرور. کاپیتانی، کاپیتانی، مسئولیت. مهدی ترابی، گله. مادر، قلب. قهرمان لیگ ایران، تراکتور. ریکاردو آلوز، رفیق. آدریان، قلبش، قلب باباه. عارف آقاسی، داداشمه. تبریز. نفس. من سوالم تموم شد. اگر شما چیزی صحبت از قلم افتاده باشه میتونید بفرمایید. جمالی صحبت نداری؟ فقط یه صحبتی هم با هوادارامون دارم، هواداری عزیزمون. ببینین خودتون بهتر از من میدونین، ما هم یه هواداری مثل شما. ببین فوتبال بالا پایین داره. من خودم پارسال خیلی اذیت شدیم، خیلی شرایط سخت بود اینجا. حالا امسال همه شرایط خوب شده. فوتبال همینه، یه روز خوب میاد، همیشه روز بدتون هم دیدین، روز خوبم اومد براتون. همیشه مثل همیشه پشت تیمتون بودین، حمایت کردین از تیمتون. همیشه ما دلگرمیمون شما هوادارا بودید. تو سرما من یه صحنه‌ای رو می‌دیدم توی فکر کنم -12-13 درجه بود. یه آقایی رو دیدم با عصا با پله داره میره بالا. داشتم به بچه‌ها نشون میدادم، گفتم ببین واسه این هوادار شما باید بریم بازی کنین. شما بدونین بازیکنای تراکتور، بازیکنایی که تو تراکتورن از وجودشون براتون هر چی تو وجودشونه میذارم براتون. فقط از شما یه خواهشی دارم، فوتبال بالا پایین داره. این همه این خوشحالی‌ها میگذره. مهم اینه که شما دوباره پشت تیمتون باشین، حمایت کنین تیمتون رو. قهرمانی‌ها میاد میره، این خوبیاست که همه میمونه. ببین همه از هواداری خوب تراکتور میگن همه جا. این همیشه این خوبی‌ها بمونه. امیدوارم سال آینده که داره میاد از همینجا من بهتون بگم، ما ببین هیچ تیمی نمیتونه قول قهرمانی به هیچ کس نمیتونه قول قهرمانی بده. از همین الان بهتون از اول فصل که اومدن همه بازیکن‌های بزرگم اینجا اومدن گفتن ما تلاش میکنیم واسه قهرمانی. سال بعدم همین تیم ان شاءالله کنار هم تلاش میکنه دوباره واسه قهرمانی. امیدوارم چه تو باخت، امسال بهترین سال تراکتور بود. با یه دلیل بهتون بگم،
یه سری افراد هستن که تفرقه میندازن بین شما بازیکن‌ها، گول این افراد نخورین، گول یه سری از رسانه‌ها رو نخورین. سال بعد مثل بازی شمس آذر که تو خونه باختیم 100,000 تا وایساده تشویق کردن، مثل بازی ذوب‌آهن ایستاده تشویقمون کردین، اینا شد که پشت تیمتون بودن قهرمان شدین. تو باختا پشت تیمتون باشین، تو بردا همه هستن. الان تو برد ما هستیم، همه به به چهچه میکنن، ولی مهم اینه که تو باختا کنار بازیکناتون باشین، پشتشون باشین، رویه بدین بهشون. گول یه سری الان دیگه فوتبال ما شده مجازی، همه یه بچه پیج داره، یک کسی که شاید ضد تیمتون باشه پیج داره، بازیکناتون رو میزنه، ولی شما اون چیزی که میبینین باور کنین و تیمتون رو حمایت کنین. با آرزوی بهترین واسه شما، واسه تراکتور، با آرزوی قهرمانی مجدد. دوستتون دارم.